بچه توی این ویدیو میخوایم سوالات امتحانی مربوط به تقارن رو بررسی کنیم. چه نکاتی رو باید بدونید برای اینکه بتونید سوالات امتحانی رو به راحتی جواب بدید؟ کافیه چند تا نکته از کتاب درسیتون رو بدونید که بتونید به راحتی به سوالات مربوط به تقارن جواب بدید. بیاید با هم مرورشون کنیم. بچه محور تقارن خطی است که شکل رو به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند. محور تقارن بچه یک خطه که شکل رو به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کنه و اگر از روی اون خط تا بزنیم شکل رو دقیقاً دو طرف روی هم میفته. این خط الان خط تقارن این مثلثه و اگه من از روی این خط این شکل رو تا بزنم دقیقاً دو طرف روی هم منطبق میشه. پس به این خط میگیم خط تقارن این مثلث. یا این خط تقارن رو برای این پروانه ببینید بچه‌ها. این خط تقارن شکل این پروانه رو به دو قسمت کاملا مساوی تقسیم کرده و اگر تا بزنیم این شکل رو از روی این خط تقارن ببینیم که دو طرف کاملا بر روی هم منطبق میشن. بچه‌ها به نظر شما شکلی مثل مستطیل خط تقارن داره؟ یعنی من میتونم یک خط رسم کنم که مستطیل رو به دو قسمت کاملا مساوی تقسیم کنه؟ خب بله، ببینید اگر یک خط به این شکل من رسم کنم، مستطیل رو از روی این خط تا بزنم دو طرف کاملا بر روی هم منطبق میشن. یا اگر این خط رو رسم کنم و مستطیل رو از روی این خط تا بزنم باز هم دو طرف کاملا بر هم منطبق میشن. بچه‌ها به این سوال جواب بدید. آیا به نظر شما قطر مستطیل هم یک خط تقارن برای مستطیل؟ یعنی اگر من مستطیل رو از روی این قطر تا بزنم این دو طرف بر روی هم منطبق میشن؟ خب نه، اگر این کار واقعا انجام بدید میبینید که دو طرف بر روی هم منطبق نمیشن. پس مستطیل دو تا خط تقارن داره و قطرها در واقع خط تقارن مستطیل نیستن. بچه‌ها یه نکته که خیلی توی امتحانات تکرار میشه اینه که آیا متوازی الاضلاع محور تقارن داره یا نه؟ آیا خط تقارنی من میتونم برای متوازی الاضلاع رسم کنم؟ یعنی من اگر متوازی الاضلاع رو از روی این خط تا کنم آیا دو طرف دقیقاً بر هم منطبق میشن؟ خب نه، دو طرف بر هم منطبق نمیشن. این خط چی بچه‌ها؟ این خط میتونه خط تقارن متوازی الاضلاع باشه. باز هم اگر از روی این خط من متوازی الاضلاع رو تا کنم دو طرف بر روی هم منطبق نمیشن. بچه‌ها قطر متوازی الاضلاع میتونه محور تقارن متوازی الاضلاع باشه. یعنی اگر من از روی قطر این متوازی الاضلاع رو تا بزنم دو طرف دقیقاً روی هم منطبق میشن. اگر این کارو واقعا انجام بدید میبینید که نه، باز هم دو طرف بر روی هم منطبق نمیشن اگر از روی قطر تا بزنیم. پس در واقع قطرها هم محورهای تقارن برای متوازی الاضلاع نیستن. پس نکته مهمی که باید بدونید اینه که متوازی الاضلاع محور تقارن نداره. این نکته خیلی توی امتحان مورد سوال قرار میگیره بچه‌ها. و باید بدونید اینه که متوازی الاضلاع محور تقارن نداره. بچه‌ها این نکته هم خیلی خیلی مهمه، این که بدونید هر چند ضلعی منتظم به اندازه تعداد اضلاعش محور تقارن داره. اصلا چند ضلعی منتظم به چه چند ضلعی میگیم؟ چند ضلعی منتظم به شکل‌هایی میگیم که همه اضلاعشون با هم برابره و همه زاویه‌های اونها هم با هم برابره. مثلا مربع یک 4 ضلعی منتظمه که همه اضلاعش با هم برابره و زاویه‌های برابر داره. یا مثلث متساوی الاضلاع همه ضلع‌هاش با هم برابره، این علامت به معنای برابری ضلع‌هاست و همه زاویه‌های داخلیش هم 60 درجه است و با هم برابره. به همین شکل چند ضلع‌های منتظم شکل‌هایی هستن که اندازه همه ضلع‌هاشون با هم برابره و اندازه همه زاویه‌های داخلیشون هم با هم برابره. این قسمت معمولا توی امتحان مورد سوال قرار میگیره. اینکه بدونید هر چند ضلعی منتظم به اندازه تعداد اضلاعش محور تقارن داره یا خط تقارن داره. یعنی اگر من یک 7 ضلعی منتظم داشته باشم و همه محورهای تقارنش رو رسم کنم میبینم که 7 تا خط تقارن داره. یا 5 ضلعی منتظم 5 خط تقارن داره. مربع که 4 ضلعی منتظمه 4 خط تقارن داره. مثلث متساوی الاضلاع که 3 ضلعی منتظمه 3 تا خط تقارن داره. پس این نکته رو بدونید بچه‌ها، هر چند ضلعی منتظم به اندازه تعداد اضلاعش محور تقارن داره. خب این سوالات ساده رو شما جواب بدید بچه‌ها. مجموع تعداد خط‌های تقارن یک مستطیل و یک 5 ضلعی منتظم چند تاست؟ این سوال امتحانی رو ببینید بچه‌ها. کدام یک از 4 ضلعی‌های زیر خط تقارن ندارد؟ متوازی الاضلاع، مستطیل، مربع یا لوزی؟ خب به این سوال هم جواب دادیم. گفتیم متوازی الاضلاع خط تقارن نداره. شکل مقابل یک 5 ضلعی منتظم است. این شکل چند محور تقارن دارد؟ بچه‌ها گفتیم هر چند ضلعی منتظم به اندازه تعداد اضلاعش محور تقارن داره. پس این شکل چند محور تقارن دارد؟ چون 5 ضلعیه پس 5 تا محور تقارن داره.
در مورد مرکز تقارن که ویدیو بعدی صحبت میکنیم.